دیپورت شدی؟ دپورت کرد لعنتی ها. چرا بیادر زمین کار در این ملک جور نمیشه؟ چرا بیادر چی وضعیت است در این ملک؟ لب و دهن خشک یک آدم فکر میکنه که ولای معتاد است. ترکیه رفتیم، کشورهای اروپا رفتیم، ایران رفتیم، چرا بیادر زمین کار برای ما جور نمیشه؟ تا کی واسطه داشته باشیم ما لعنتی ها؟ بریم دامن پاکستان رو بگیریم یا بریم آجی آقا بگوییم؟ چرا درست نمیشه این ملک؟ چرا جور نمیشه؟ چرا این حکومت هر چقدر تکه تکه و پارچه پارچه ببینیم بازم در نفع پاکستان است، بازم در نفع ایران و پاکستان است. هر کشور که میگی رفتیم، هر کشورهای انگلیس رفتیم، بیادر یونان، ایتالیا، فرانسه، چرا جور نمیشه ای؟